با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری به صف ارتش ملی، جوانان دلاور دهات ورخ و چرکوه شهر اسفره اولین شده در جمهوری تاجیکستان از اجرای نقشه درک دادند. این بار اول نیست که جوانان وطندوست دهات ورخ و چرکو در نخستین روز دعوت نقشه را برزیاد تامین می نمایند. آنها خوب درک نمودند که ورخ و چرکو در خط مرز قرار دارند و حمایه مرز و بم از جوانان شجاع حس بلند مسئولیت شناسی را طلب می کند. چاره‌بینی های تنتنوی گسیل نوسکران نخست در دهات ورخ و چرکو برگزار گردیده، همایش تنتنوی اساسی در مرکز شهر اسفره با شکوه خاصه دایر شد. چو ورخ نباشد تنی من مباد. من یک از جوانمرد ورخ امروز با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخواهم با سری بلند خدمت پدر مادر را، خدمت وطن را اجرا نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم تا آخرین نفس همان تاجیکستان عزیز خود را حمایت کنیم. امروز از خرد تا بزرگ آماده هستند که این مرز و بوم را بر عوض جان خود حمایت نمایند. من امروز خوشحال هستم که در جماعت دهاتی ورخ کارهای آبادانی، مکتب‌های نو، قصر فرهنگ بنیاد یافته شده است. این خرسندی هر یک ورخ و ورخی است. ما همیشه آماده هستیم که بر عوض جان خود ورخمان را حمایت کنیم. دوام چند سال آخر جوانان ورخی از اولین ها شده در روز نخستین این معرکه مهم سیاسی آمادگی خویش را برای حمایت وطن اثبات میکنند. این نوبت نیز بهادران دهات ورخ با امر دل و وجدان برای ادای قرض شهروندی خود کمر بستند. روند کارهای آبادانی و سازندگی و روحیه بلند وطنپروری باعث آن گردید که صف اختیاریان برای ادای قرض شهروندی در دهات ورخ باز هم بیشتر گردد و در دل نورسان احساس وطنداری را دوچند سازد. این خدمت حربی قرض شهروندی هر یک مرد است. باید که رفته با سری بلند خدمت کرده تاجیکستان عزیز خود را، خواهر و مادر خود را باید که محافظت کنند. فرزند من در دوره مکتب خانیش سعادت هایی که با صف ارتش ملی رفته می آمدند با زبان خودش می گفت که البته من با خدمت حربی می روم و امروز من شاید از آن هستم که فرزند من با نیت خودش رسید. جوانان وطن دوست خیلی زیاد هستند، از آن جمله یکی از فرزند خودم سنگین و شیروان می باشد. می خواهد که برای خدمت وطن رفته تاجیکستان وارخ خودش، خواهر و مادر خودش و خلق وارخ عزیزش را محافظت نماید. من البته 5 نفر فرزند دارم، شکر میکنم که 5 نفر فرزند دارم. من از آن خرسند هستم که فرزند من امروز با سوی خدمت حربی میروند. در چاره‌بینی تنتنوی که به افتخار گسیل نوسکران در دهات ورخ شهر اسفره برگزار گردید، همه با افتخار از اقدام جوانمردان ورخ ستایش کرده آنها را نمونه عالی وطنداری و وطندوستی عنوان نمودند. زیرا این بهادران وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور برای حمایت مرز و بوم رهسپار می‌شوند. والدان نوسکران و پیران روزگار به این جوانان سعادتمند دعای خیر دادند. جوانان باشند با افتخار اظهار داشتند که خدمت وطن مادر را سربلندانه انجام داده به زادگاهشان برمیگردند. ورخ سرزمین باستانی تاجیکان است که تاریخ کهن دارد. این مکان اجدادی را در طول تاریخ چند هزار ساله فرزندان برومند و دلاورش تا امروز محافظت نموده چون گوهره که چشم حفظ میکنند. باعث افتخار است که فرزندان ما شهروندان دهه ورخ در روز اول دعوت سرجمعانه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستادند. در دوام 2-3 سال آخر جوانان با حس یک بلند وطن دوستی به صف ارتش ملی با اختیار خود که رفته ایستاده اند، این بسیار باعث سرفرازی ما می باشد. وقتی که جوانان به صف ارتش ملی سفربر می شوند، در آنجا هر یک جوانمرد باز آب و تاب می یابد. البته ناگفته نماند که دوام چند سال آخر در دهه ورخ جوانان در روز یکم دعوت نقشه دعوت را اجرا می نمایند و به صف قوه‌های مسلح با سرفرازی روانه می گردند. در دهات چارکوه نیز به مناسبت گسیل نوسکران در دعوت بهاری جوانان چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید.
قابل قید است که در این جماعت نیز در روز نخستین نقشه دعوت جوانان به صف ارتش ملی 100% تامین گردیده باعث افتخار و سربلندی خرد و بزرگ این دیار گردیده است. من دعوت شونده قربانوف مفتاحدین استقامت کننده محلی سامانیان جماعت دهاتی چارکو می باشم و امروز با خواهش خودم و خدمت مادر وطن رهسپار شده ایستادم، زیرا که هر ادای خدمت قرض هر یک جوانمرد می باشد برای حمایت کردن مرز و بومی کشور خودمان جان خود را دریغ نمی دارم. از بس که چارکو در خط مرز قرار دارد و حمایت اون قرض هر یک جوانمرد می باشد. من در قطار 31 نفر جوانمردان چارکو رهسپار شده ایستادم و من وعده می دهم که مرز و بومم را چون گوهری که چشم حمایت می کنم. هرگاهی که من عسکر بچه‌های نگاه می‌کردم آرزو می‌کردم که من هم همین سر و لباس در تن داشته حمایت مرز و بومم را به عهده گیرم و امروز من به آرزوام رسیدم. شکر می‌کنم که به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. دوام سالهای آخر جوانان وطن دوست و خویشتن‌شناس دهات وارخ و چارکو با درک بلند مسئولیت شناسی و احساس خودآگاهی ملی اختیاراً به خدمت مادر وطن سفربر می‌گردند. آنها خوب درک نمودند که خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت قرض جوانمردی و ناموس وطنداری است. علاوه بر این دهات وارخ در خط مرز قرار دارد و جوانان بیش از پیش درک نمودند که محافظت مرز و بوم از هر نفر شجاعت و مردانگی و دلیری و توانایی را طلب می‌کند. این همه را تنها با اجرای قرض شهروندی یعنی خدمت در صف ارتش ملی میتوان به دست آورد. در دعوت گذشته من دو نبیرم را به صفهای قوه مسلح جمهوری تاجیکستان رواندم و قریب 1 سال می شود که در قوه مسلح نبیرای من خدمت کرده هستند. من از این فخر می کنم، فخر از آن دارم که با سر بلند آنها خدمت را ادامه داده ایستادند. و یک چیز مسلم است که امروز چنان که ببینید امروز از جماعت دهات چارکو 32 نفر جوانان با امر وجدان با امر دل به سعی قوه های مسلح جمهوری خود سفربر کرده شدند و امروز من با سر بلند در کوچه های دیه قدم میزنم. نخستین روز اولی دعوت پر شدن نقشه جماعت چارکو این فخر و افتخار مردم 42,000 نفری چارکو می باشد. در دهات چارکو نواسکران را در روحیه بلند ایدانه و با سرور و شادمانی گسیل نمودند. پیران روزگار و پدران و مادران با افتخار زیاد از این اقدام جوانمردان چارکویی پشتیبانی نموده تشبث آنها را با سرفرازی استقبال کردند. در دهات چارکو امروزها اختیاراً سفربر شدن جوانان به خدمت حربی به حکم عنعنه درآمده است. خوشبختانه دوام سالهای 4-5 سال این جانب نقشه دعوت جوان پسرها در جماعت چارکو در روز اول اجرا شده ایستاده است. مردم امروز با یک درک مسئولیتی بلند وطن دوستی احساس کرده ایستادند که خدمت مادر وطن همچون یک قرض شهروندی، قرض فرزندی در مد نظر گرفته شده است. این همه پدر، مادران، والدین، خود دعوت شونده ها با یک روحی بلند آمده امروز آماده هستند که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به خدمت مادر وطن را انجام دهند. ما افتخار میکنم که امروز جوان پسران ما روز از روز صفشان مستقلانه به وطن خدمت کرده ایستادند زیاد گردیده ایستاده است. امروز جوانان درک کرده ایستادند که غیر از آنها دیگر هیچ کس وطن خود را حفظ حمایت کردن نمیتوانند. درک کرده ایستادند که حفظ حمایت وطن این وظیفه مقدسی هر یک شهروند بودنش رو همه جوانان درک کرده. صفشان روز از روز زیاد شده. با خواهش خودشان عریضه پیشنهاد کرده ایستادند که عرض کرده ایستادند که ما باید که همین خدمت برویم.
در مرکز شهر اسفره برای در سطح بلند گسیل نمودن جوانان وطن دوست به صف ارتش ملی جمع آمد باشکوه برگزار گردید. در قطار دعوت شوندگان و والدان آنها خرد و بزرگ اسفره مرز با افتخار از وطن و وطنداری به مکان چاره‌بینی سرجم آمدند. در این چاره‌بینی باشکوه با افتخار ذکر کرده شد که در روز نخستین جوانان دهات وارخ و چارکوه نقشه را پرره تأمین نموده نمونه عالی وطن دوستی خود را نشان دادند. من نومانزاده نصرتالله یکی از رودمردان دهه چارکوه امروز میخواهم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان وارد شده با قرض فرزندی خودم رو، قرض پدر و مادر خودم رو، قرض وطن عزیزم رو به جا بیارم، زیرا که خدمت به وطن این فرض است و قرض است و میخواهم که وطنم رو از ناخلفان حفظ نمایم. ببینید که امروز چارکو اسفره، چارکو وارخ چقدر آباد شده ایستادن، گل گلزار شده ایستادن. این همش از آن شهادت میدهد که استقلالیت، نعمت استقلالیت میباشد و ما چطور میتوانیم که به این دولت خدمت نکنیم؟ ما باید خدمت کنیم به دولت، خدمت وطن رو کنیم، وطن رو از ناخلفان حفظ نماییم. من از همه جوانانی که سینشان به خدمت حربی رسیده است خواهش می نمایم که بیایند مثل همین رودمردان، مثل رودمردانی که خدمت کرده ایستادن خودشان رو نامنویس کنند، خدمت به وطن کنند، قرض فرزندی خود را به جا بیارند. امروز در چارکوی ما یک عنعنه شده است نقشه دعوت رو در روز اول دعوت پوره نماییم و من هم امروز افتخار از آن میکنم که در این معرکه با تنتنه اشتراک دارم. در ادامه چاره‌بینی نوسکران و دعوت شوندگان سخنرانی نموده اظهار داشتند که برای حمایت مرز و بوم همیشه آماده هستند و اگر لازم آید برای دفاع این سرزمین اجدادی جان خود را دریغ نمی‌دارند. والدان، سابقه‌داران مهنت و جوانان فعال به بهادرانی که برای حمایت وطن صف کشیده‌اند تحسین و آفرین خوانده در اجرای این رسالت پرشرف برایشان برار و کامیابی‌ها تمنا کردند. بعد قدرشناسی والدان و پیشصفان معرکه دعوت بهاری برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد اهل همایش گردانیده شد که به جمع آمد شکوه خاص ضم نمود. در عموم گسیل نوسکران در شهر اسفره با رعایت عنعنه‌های دیرینه و در سطح بلند برگزار گردید.